من اینجا باشم، اما به نظرم به جای فانوس طلایی ماله طلایی بدید، چون که اکثر دوستان که مالکش نظامن تموم شده دیگه. به نظرم چی تموم شده؟ ببین اسد که رفت، یمن هم که دیگه تا یه هفته دیگه کارش تموم میشه، برش نوبت عراقه. چیکار کنیم با این مردم؟ یه ورزشگاه آزادی نتونستیم درست بکنیم. شما مشهد ورزشگاه اصفهان که نه. اونجا جشنواره مردمی اما چشمواره مردم میگن خندش میگه کو مردم اینجا نیستن که، همه حکومتی هن. اگه مردم بودن شما تا اون ته پر بود. من به نظر ماله طلایی لایق این جشنواره باشه. شما توی یه خط بگو که این رژیم چه فایده برای مردم داشته. هم دلار شده 100,000 خیلی فایده داشته. همین که تو آزادانه داریم میای توی جشنواره مردمی. نه منو که میگیرن تموم شد. من بیرون همین گرفتم. که آزادانه داریم میای. هم میدونم. همین الان حاج آقا داره با گوشی پیامک میده. جشنواره زمانی گذار. نه الان مشخصه. حاج آقا شما آخرین جملت رو دیگه، آخرین صحبتات هم کردی و دیگه جشنواره آخر بود دیگه. تمام دیگه. امنیتی که الان از سراسر این مملکت الان مردم زارمش، همین که شما زارمش میتونید. خوبه شاه یه خورده تجهیزات نظامی گذاشت براتون که بتونید درستش بگید. نه آقای منجات ایشون داره خدمت میکنه تو سیستان بلوچستان. ایشون فهمیده که باید بره سمت مردم. این درست نه که بره سوریه و لبنان. بیا این هم هزینه کرد تو سوریه چی شد؟ اسد رفت. توهین میکنیم برادر من. اما میبرن. ببین دوستان اینه کارتون شده همین.